دین یک عمه من نبیردار شد ینو کلندشان نام پسر چرا ادم میمونم گفته است. این جایز است؟ بله، نام حضرت آدم علیه السلام ما تاجیکا آدم میگوییم، روس‌ها آدم میگوید، اصلش آدم، عرب‌ها آدم میگوید، یعنی نه آدم و نه آدم. از سبب آنکه مثلا در زبان ما ودرینی نیست، این اصلا مد میگوید، به زبان عربی مد هست. آدم، حضرت آدم میگوییم ما به زبان تاجیکی. نامی حضرت آدم یعنی اولین پیغمبرها و اولین بشریت، اولین انسانی که الله تعالی آفرید حضرت آدم علیه السلام هستند. اصلا وقتی که مثلا در زبان عربی آدم نوشته میشه در بالای الف فتحه هست، یعنی آدم خوانده میشه، لیکن مدش هم هست، آدم خوانده میشه، او خوانده نمیشه، آدم نه هستش، آدم. آدم هم نه، آدم معنای آدم نمیتید. اینو آدم میگوید، مثلا در مردمی چچن بسیار است نام آدم، آدم میگن، آدم اصلش. بله نامش آدم مایتون. اکن تاجیکی که مد ندارد حوض آدم گوید، اگر این آدم معناش آدم نه، معناش دیگر چیز. الا اگر آدم نیو آدم خانه تغری میشد، معناش درست میشد. بعد ما درستتر است از عدم آنها. در اینجا عمم راضی نشده و یا گفتیان که من یوسف میمونم گفتیان همون با و یا امین وی سوالی مرا رسان هم نو گفته و اکرم همون با اشما پرسیده میدم. هر دوشم نامی پیغمبرها، حضرت آدم ابوالبشر پدر آدمیزاد و حضرت یوسف هم پیغمبری الله، هر دوشم نامی خوب است.